با فرحمد کریموف زنگ بزنیم با این برادرمون سریحاتون بشناسین. یک از سراینده‌ای هست که سرودای خوب خوندگی زنگ میزنه میگرده میگم که برادر جان همیشه من یک مخلص اشدی شما ای گودکی مخلصم بودم توی دورم میتونی همین توی مرا مقصد دستگیری کنی بیای هم یک تبریکاتی بخونی دستگیری کنی ارزانتر بخون. من خودم شناسم میگم که ممکن مرا بشناسه اگر بگم جانی بیگ رژیسور میسیسه ممکن بشناسم. کو میبینیم چی میگه برادر عزیز درک نداره که فرحمن پرانکش میکنه تا آخر برنامه رو تماشا کنی. این حاضی زنگش میزنیم درک نداره و یک سیرگان گفتنم دوست عزیز با کسانی که رکلام در کنیم ما خیلیشی رکلام نمیکردیم. ما رکلامای خودمون سر داریم خو فابلی خو اتمی خو یگان اینترنت مگزین نو شده میشه با نرخ 50% تخفیف اویاکسا گرانیتسا گذاشتن تاکسی گرانیتسا میتونن چی رکلامای است رکلامای تازه کارهای حلال در سایت من مراجعه کنید در لیست که من با نرخ 50% تخفیف قطعی رکلامو رو قبول کردیم. تماشا کنیم برنامه رو. گریان واتساپ بچه السلام علیکم. اکا جان چه خبر شما؟ سلامتی خوب زندگی خوب کارا خوب اکا فرحمت شما اکا جان من یک مخلص اشدی شما که از همین خوردی همین سرودای شما خاطی کلانشتگی هستیم اکا جان یک خواهش دارم از شما که سلامت باشید ما اکا جان همی یک بچه کم بیزاعتم در همی بزرگ کورمون اکا همی عروبکش شده یک مایده زندگی را پیش بردیم زن میگیرم اکا میخوام همی شما همی من مخلصم ده میخوام همی شما توی ما ده بیاین یک کم ترک عبود کنین توی ما را اکا بسیار مخلص شما هم ده اکا باجانم کم دیست کای هزار رحمت اکا نه که اکا جان اینجا یک گپ دیگه که شرایط ندارم اکا همه خیلی دستگیری کنیم نمیخوام مال حال میکنیم کای دستگیری میکنم اکا جان مالک تو کای در نام بزرگ جانم اکای فرحمت ما اکا جان پروسش شما را سنجیدم. من جانی بیگ هستم جانی بیگ رژیسور هنرمند تئاتر و سینما. من خواستم شما را در بین در ثبت برنامه هستم اکا خواستم یک شما نشان دیم در بین مخلصانتون کو دستگیری میکنین یا نه ما گپ ندارم اکا جان شما در وقت دو سلامت باشه جان بیگ جان سلامت باشه پرابلم نیست هزار رحمت اکا خداوند همیشه دایم اکا خوکسور برین اکا در زندگی خوب هزار رحمت اکا جان هزار رحمت. دوستای عزیز دیدن اکای فرحمت چقدر یک انسان خوکسور برین به خدا قسم اینا ببینن دوستای عزیز که من نه واتساپ بزنگ بخونه که برنامه شو ایسنه اوسنه پروست اکو این موزیک در ما خوکسورش در گپ ندارم. دیدم برادرها که یک بار زنگ زدن ده چه خیلی انسانه که هم گفتم که هم کم بجات میسیسی دستگیری کرد. و دوستای عزیز در صفحه پس کن لایک مونیم برنامه نو با نو انتظار باشین باز قدم هنرمند از زنگ زدیم در کامنت نویسین. با زنده و سلامت سربالا باشین.